و در راهتان به سوی صفا آب زمزم می نوشید. و شکم سیری با دست راست، یعنی که تام می توانید هر چقدر بسیار، لیکن دم گرفته 3 مراتبه در هر یک کس. بعد از آن وقتی که به آب زمزم سیر شدید، راه را به سوی صفا دوام می دهید. آب زمزم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم بر فایده کسی که می نوشد. آب زمزم با قوتترین آب در دنیا با شهادت کافرها و آنهایی که آب سنج هستند به آب زمزم رقم اول را دادند. یعنی آبی پرکالری ترین آب در دنیا هست. این پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش گفتند و پیغمبرها از این آب نوشیدند، مانند حضرت اسماعیل و دیگرها. لیکن این آبی واقعا مبارک است. با دعای پیغمبرها مانند دعای حضرت ابراهیم، الله تعالی به آب شما یعنی اهل مکه و به گوشت شما برکت دهد گفتند. آب زمزم ان همین خیل آب است، انها مبارکه. در دیگر حدیث مسلم گفتند که آب زمزم آب مبارک است و هی طعام و طعم، و این طعام خورنده است، یعنی نمیشد به جای طعام هم استفاده برد، شکم را هم سیر میکند. هر چقدر میتواند شخص حاجی و عمره کننده آب زمزم استفاده برد تا اینکه از برکت این آب نائل شود. حتی علما دعا میکردند پیش از نوشیدن زمزم. حافظ ابن حجر دعا میکردند که پروردگارا مثل امام ذهبی علمدار شوم. حافظ ابن حجر دعا میکردند که مثل امام ذهبی شوم در علم، و امام ذهبی شاگرد شیخ الاسلام تیمیه هستند. بعد اینکه با آب زمزم سیر شد، بعد به سوی صفا می رود